آنگاه که مرگ گیومرد نخستین انسان را از پای درآورد، از بدنش 7 نوع فلز به وجود آمد: طلا، نقره، آهن، روی، قلع، آبگینه و الماس. در این میان نطفه گیومرد که از طلا بود به زمین رید. سپندارمز در زمین از آن نطفه نگهداری کرد و بعد از 40 سال از همانجا گیاه ریوازی روید. ریواز بالید و ساقه‌ای با 15 برگ به بار آورد. چندی نگذشت که از آن گیاه 2 شاخه در هم تنیده روید. بعد از مدتی آن 2 شکل و شمایلی انسانی پیدا کردند، یکی مرد و دیگری زن. در این هنگام اهورامزدا آنها را از رسالتشان آگاه کرد. نامتان را مشی و مشیانه می‌گذارم. شما را برای کار بزرگی آفریدم. شما پدر و مادر انسان‌هایید، پس نیک بیندیشید و نیک بگویید و نیک رفتار کنید و اهریمن و دیوهایش را نستایید. او نابودی شما را می‌خواهد. پس از چندی اهریمن به اندیشه مشی و مشیانه آمد و آن 2 را جادو کرد. سپس آنها را وادار کرد که او را آفریدگار خود بنامند. مشی و مشیانه متحیرانه از او اطاعت کردند. این کار آنها به اهریمن و دیوهایش قدرت بخشید و سرگشتگی آنها آغاز شد. ابتدا گیاهان را کندند و خوردند. چون از آن سیر نشدند، شیر بز را دوشیدند و خوردند. وقتی آن هم سیرشان نکرد، حیوانات را کشتند و گوشتشان را خوردند. با خوردن گوشت خوی وحشی پیدا کردند و درختان را از بین بردند. چنان خشمگین شدند که به جان هم افتادند. سپس از یکدیگر دوری جستند. برای سالهای زیادی از هم جدا بودند تا اینکه دوباره به پیش هم بازگشتند و صاحب 2 فرزند شدند. نوزادان به نظرشان لذیذ آمدند. نتوانستند جلوی خودشان را بگیرند و آنها را خوردند. اهورامزدا بار دیگر به پیش آنها آمد و در اندیشه مشی و مشیانه لذت خوردن فرزند را کم کرد و لذت پروراندن فرزند را افزایش داد تا نسل بشر بتواند ادامه پیدا کند. پس از آن آنها صاحب 6 دوقلو شدند. یکی از این دوقلوها سیامک و وشاک بودند. از آنها فرواگ و فراواگین به دنیا آمدند. از آن 2 15 دوقلو به دنیا آمدند. از آن 15 دوقلو خاندانهای بزرگی به وجود آمد تا جایی که خاونیرس پر از انسان شد. از چاره‌ای جز کوچی بزرگ نبود. 9 خاندان از آنها خاونیرس را ترک کردند. سوار بر گاو سریسوگ به دل دریای فراخ کرد زدند تا به سرزمین‌های دور دست بروند. خاندان‌های 6 جفت باقی مانده در سرتاسر خاونیرس پخش شدند. یکی از این 6 جفت هوشنگ و گوزک بودند که در ایرانویج جایگاه داشتند و نژاد ایرانیان از آن 2 پدید آمد.